رقابت مهرزاد صوفیوف در گرندسلم اولانباتور در سال 2023 شروع شد. در مرحله اول مهرزاد صوفیوف با هماوردش از فرانسه روماریک وند یم بودا رقابت دارد. مهرزاد که پس از رقابت های گران پری دوشنبه بسیار با اقتدار شروع کرد و قدرت و متانتش را به جهانیان به نمایش گذاشت. نشان داد که چگونه او هم یک ورزشگری توانای هست. از لحاظ فنی خیلی توسعه یافته و اگرچه نشان طلای او را در گرندسلم قزاقستان از دستانش گرفتند، ولی این ورزشکار ما با روحیه شکست ناپذیر در رقابت‌های فصل‌های جودوی جهانی نیز وانمود شده. محمد مراد عبدالرحمنوف کناری او بود از ابتدای رقابت و با او توصیه هم پیشنهاد کرد. نگه همان اصول معمولی فند خواب را اجرا کرد، اما در اینجا هماوردش هم بسیار زیدی حمله به مورد داشت. و پایزنی از قسمت بیرونی پای حریف هم برای مهرزاد صوفیوف ثمرناک نبود. و اکنون بعد از جابجا گذاری لباس ها بر رقابت خواهم پرداخت. یک بار دیگر هم فن خودانداز به پشت رو استفاده کرد و بالاخره موفق شد یا نه حریف رو که از پای در آورد. نظر می رسد ورزشگری فرانسه بله کمکار بود و با دلیل کمکاری یک شیدو با او. این حرکات ثمرناک مهرزاد صوفیوف یک نتیجه هم به بار آورد. پرتاب زیبای سر شانه با این وسیله یک وزری خیلی کوشش کرد از قسمت چهار یک حصه مربع زرد اصول را اجرا کرد و در بیرون تتم بسیار با مورد پرتاب را به سامان رسانید. به همین ترتیب وزری باید به مهرزاد باشد، اما در نما لوحه به بودا نوشته شده. بله اکنون بعد از دخالت داور مرکز وزری در نما لوحه به مهرزاد صوفیوف هم نوشته شد. کمتر از 2 دقیقه دیگر تا پایان وقت اساسی مهرزاد صوفیوف در حال عبور کردن از مرحله اول دور اول رقابت ها است. یک بار دیگر ورود به مورد داشت ولی ضد حمله یا مانع حمله حریف شدن هم از سوی رومانیک وند یم نیز به مورد بود. در همان حال مهرزاد با خود را یک مراتبه دیگر نیز با همان شیوه با همان اصول های پایزنی وانمود کرد. داور با او شید و با دلیل قپیدن نادرست داد. فن خودانداز اکنون از سوی رومانیک به اجرا در آمد، ولی این چندان خطرناک نبود. ورزشگر فرانسه که 26 ساله هست در کارنامه ورزشیش از رقابت های فصل های جودوی جهانی چندان دستاوردهای شایسته ندارد و با این وسیله مهرزاد میتواند وقت کشی کند. یک نوع همین 1 دقیقه بیشتر که باقی مانده، دقیقاً 1 دقیقه 9 ثانیه دیگر رو صبر کند و این رقابت اول در گرندسلم اولانباتور را با پیروزی به پایان برساند. ورودی خوبه دارد. احساس میکند که
حریفش به سمت چپ اجرای اصول میکند، فوراً مهرزاد هم به همان ترتیب وارد می شود و این یکی از عامل های موفقیت آمیز خواهد بود برای مهرزاد صوفیف. بگذار قپیده ایستادن، یک نوع مانع حمله حریف شدن در حالی که دقیقه پایانی هست باشد. شاید یک شیدای دیگر هم به مهرزاد صوفیف داور به نقشه داشته باشد، اما نه، خوشبختانه شیدای نیست و مهرزاد فقط راهی گریز از حمله های حریف رو به مورد بجوید. اما با این وجود ببینید چگونه اصول ها را اجرا میکند در برابر اینکه نقشه وقت کشی رو بر سر دارد، فوراً اجرای اصول میکند. ولی این حرکات نیز بر سود مهرزاد خواهد بود. کار در زمین شود نشود باید اجرا کرد تا وقت کشی کند. به همین ترتیب 8 ثانیه پایانی، در 8 ثانیه گمان میکنم هیچ کاری کردن نمیتواند بوده، چون در آغاز نیز چندان یک ورزشکاری گویم در سطح مهرزاد صوفیف از لحاظ فنی به نظر نمی رسید. مهرزاد صوفیف پهلوان 23 ساله تاجیک که از فصلهای جدای جهانی یک مدال برنجی در کارنامه دارد. ما شاهد بودیم که چگونه در گران پری دوشنبه با اشک شوق مدال برنجی رو به دست آورد. به همین ترتیب وزیر عوضات ایپان در آخرین فرصت از وقتی معمولی مهرزاد صوفیف هم یک اجرای اصول دیگری کرد و وزیر عوضات ایپان شد. 2 مرتبه از فنون جودو استفاده کرد. به همین ترتیب پیروزی پیاپی پهلوانان تاجیک در رقابت‌های گرند اسلم جودوی اولانباتور با کل هواداران و علاقه‌مندان جودوی تاجیک مبارک باشد. راست تصویر با جودوگی کبود با صحنه رقابت می‌براید و او در برابر یکی از قدرت‌های جودوی جهانی قرار می‌گیرد. ناگایاما ریوجو، قهرمان جهان و 2 مرحله برنده مسابقات ماسترز و 9 نشان طلای گرند اسلم را دارد. ناگایاما، ببینیم مهرزاد که در فرم خوب است در برابر ناگایاما چی کار خواهد کرد. ناگایاما جهد اولش همان اصول فن خودانداز به پشت بود و بعدا با استفاده از قدرت پایه های میخواست کاری بکند ولی نتوانست. مهرزاد صوفیف که گویم از گران پری دوشنبه بسیار شعله‌ور بود، با همان روش مهرزاد اکنون جواب میگرداند. ماهرانه و ناگایاما اکنون احساس میکند که پیش رویش یک ورزشگری با استعداد ایستاده. ببینید نتیجه برابر است. یک بار حمله ناگایاما را دیدیم و بعدا به همون روش حمله مهرزاد صوفیف را. نتیجه برابر. برتری را ببینیم. نه، اینجا نتیجه پیروزی ها 90% پیروز شده است از رقابت ها ناگایاما و کمتر مهرزاد. ببینید موقعیت خوبی قپیدن ندارد ناگایاما. اکنون مهرزاد در بخش اصول های کار در زمین بسیار با موقع از کمربندی ناگایاما قپید، اما دیگر ادامه نداد حمله را. ولی به هر حال مدت 1 دقیقه ناگایاما را غافلگیر کرد از اینکه قدرتش را به او نشان بدهد و ناگایاما هم احساس کند که تاجیکان چه هنر و استعداد دارند و در بخش اصول های دردناک هم بسیار ماهرانه موقعیت داشت صوفیف. اما پایش را اگر با سرعت تر
از قسمت گردن حریف میبرد شاید کار ناگایاما تمام میشد. تالار سکوت هست. به نظر میرسد اکثریت همین رقابت رو تماشا دارند. اگرچه 3 تتمی هست همزمان رقابت ها پیگیری می شوند. پایزنی های متفاوت. ورود ناگایاما و وزری هست یا نه؟ ناگایاما پیشتاز بود در بخش اصول های پای. ویچیسلاف پرتیکای ازبکستانی این رقابت رو داوری میکند. مرزاد اجرای اصول مرزاد و پرتاب با قدرت دستان اکنون با این روش کار میکند. همان اصول معمولی کار در زمین. در گمان است که تواند در برابر وطندار جودو در کار در زمین موفق شود. ولی به هر حال تا اینجا حرکات خوبی داشت. ناگویاما که دور اول استراحت کرده بود در طوله ورزشگر ما با او روبرو می شود. اما اگر مرزاد صوفیوف همین ناگویاما را شکست بدهد، او را از سد راه بردارد، امید نشان طلا برای مرزاد صوفیوف خواهد بود. چون مدعی در اینجا بغیر از میزبانان همین وطندار جودو هست. ریوجو ناگویاما ورزشگر 27 ساله ژاپنی یک پرتاب زیبای هلوک معمولی بیرونی ماهرانه بود. محمد مراد هم استقبال کرد از این پرتاب. با ناگویاما یک شیدو بدهند اگر در لحظه های اول که چند جهد کمکارتر بود. با سمت چپ اکنون سمت چپ چندان موفقیت آمیز نیست برای مهرزاد. با سمت راست اگر کار کند اصول های مورد نظرش رو اجرا کند خوبتر خواهد بود. 1 دقیقه 12 ثانیه دیگر تا پایان وقت اساسی. کسی از ورزشگران کم کار نیست. کسی از حریف کم نمی آید. هر دو نیز یک زل قدرت و توان همدیگر را در روبروی همدیگر میکشند. یک پرتاب دیگر معمولی صوفیوف اجرای اصول بود. ناگویاما کمکارتر است و این بر سود پهلوان ما هست. همانطور که گفتم باید شیدو به ناگویاما داده شود. چون دقیقاً مهرزاد چند مراتب کار کرد و یک بار دیگر هم اجرای اصول معمولی هلوک بیرونی. یک شیدو دیگر در حال اتفاق افتادن با ناگویاما هست. با 3 شیدو اگر این ژاپنی برکنار شود از اولین رقابتش، پس این شایسته خواهد بود. این برای ورزشگر ما یک دستاورد واقعا با ارزش خواهد بود. اما ژاپنی ها در هر حالت می توانند یک اجرای اصول خطرناک کنند، یک جواب واقعا ناخوشایند بگردانند. فقط مرزاد کوشش کند همان هلوک معمولی به همین ورودی سمت راسته که دارد و پرتاب دیگر باره مرزاد. اینجا چیزی نیست چون توقف صورت گرفته بود و زیدی حمله ریوجو ناگویاما. 19 ثانیه دیگر تا پایان وقت اساسی فرصت است. اگر کار با گلدن سکا برسد پس طالع ناگویاما در گلدن سکا روشن خواهد شد که آیا در برابر پهلوان تاجیکستان ببینید چگونه سبک وزنهای ما نیز با استعداد هستند در برابر هماوردشان. اما داوران چی قضاوت میکنند؟ وزری دادن با ناگویاما. ببینید چگونه این اتفاق افتاد. ثانیه های پایانی هست. ناگویاما راهی گریز و فرار رو با این ترتیب و از دست با این ترتیب بگذار باشد. دستی حریف رو با تمام قدرت باید فشار می آورد. ببینید داوران قضاوت کردن یک وزری که در هیچ کجا نبود با ناگویاما دادن. ناگویاما با همین ترتیب در مرحله دومی رقابت ها برنده می شود.
нагаяма рюджу варзишгари ҷопонӣ. ва ба татами дигар мегузарем дӯстони азиз, ҷое ки қарор аст паҳлавони дигари тоҷик рақобат кунад.